ببین شما دو تا کمپرس داری، یکیش لولش کوتاه‌تره که توی مقطع کمتری فعال میشه. ناکن اینجا یه دونه لوله داری میاد بیرون، بعد میاد لوله پشتیه که کمپرس اولته از این سمت بگیری لولش کوتاه‌تره. خب پس اینجوری نتیجه میگیریم که لوله کوتاهه برای دفع ضربه تو سرعت پایین‌تر دست اندازه ریزتره، لوله بزرگه برای دفع ضربه تو دست اندازه بلندتر. توی شهر این باید رو حالت نرم قرار بگیره لوله کوتاهه. توی جاده‌هایی مثل جاده‌های اتوبانایی که دست اندازه بلنده یا توی شرایط آفرود این رو باید شما سفتش بدید. هر دوتاش وقتی رو حالت سافت قرار میگیره، یعنی نرمترین حالت که اینجا نوشته فیلم و سافت، رو حالت سافت قرار میگیره جفتش، سیلندر یک پارچه میشه. یعنی از اینجا پیستون رو در نظر بگیری تو بازترین حالت تا این نقطه انتهایی، کمک فنر روی سافت‌ترین حالت پیستون توی سیلندر رفت آمد. خب زمانی که این دوتا نسبت به هم تغییر میکنن، تو مقطع فاصله بین لوله بلنده و لوله پایینی که تقریبا 5 سانتی میشه، دفع ضربه ها متفاوت میشه. یعنی شما یه سری ضربه ها رو توی این مقدار کورس داری دفع میکنی، با شیلنگ بلنده بایپس بلند یه سری ضربه ها رو تو این قسمت داری دفع میکنی. پس شما عملا تو کمپرس دو تا ادجاست تنظیم برای دفع ضربه داری و این هم برای این گذاشتن که شما از معمولی ترین ضربات تا سخت ترین ضربات رو بتونی توی سیلندر 30 سانتی دفع بکنی که دیگه هیچ وقت بامپ استاپ به انتها نرسه. این بامپ استاپ شاسیه، یعنی مرگ دیفرانسیل تا شاسی از اینجا تا اینجا میشه صفر. تو حالت بازترین حالت، یعنی انگار که ماشین جامپ زده، شما 20 سانت 25 سانت کورس داری برای جمع شدن. زمانی که ماشین میاد پایین، کمک فنر اگه نرم باشه دیفرانسیل میخوره توی بامپ استاپ. یکی دیگه هم اینجا داره، این داخل. خب نگاه کنی هر دوتا توی مقطع صافن، بامپ استاپ دیفرانسیل، بامپ استاپ داخل فنر. خب پس ما اینجا نتیجه میگیریم که شرایط شهری لوله کوتاه، یعنی ادجاست لوله کوتاه رو دارید. مثال این رو اگر رو حالت یک قرار بدیم، این رو حالت یک قرار بدیم، این میتونه نرمترین حالت شهری ما باشه. آن رو حالت یک 20 حالت تنظیم داریم، همیشه بین 3 تا 5 پوینت، 5 نقطه باید این دوتا با هم اختلاف داشته باشن توی شرایط بین شهری، توی شرایط آفرود. یعنی اگر شما توی آفرود این رو گذاشتی رو حالت 17، این باید رو حالت 20 باشه. یه اختلافی بین این دوتا وجود داشته باشه که شما از بایپس ها استفاده کنید. بایپس چجوری عمل میکنه؟ توی این مقطع پشت این پیچ یه فنره و یه پیچه، اینجا یه سوپاپ کوچیکه. فنره رو وقتی میبریم تو فشار، به این مسیر که مسیر راه روغن هست و پیستون بهش فشار میاره، الان پیستون ما اینجا هست تو این مقطع، چون اینقدر از شافت کمک فنر بیرون. پیستون ما تو این مقطع زمان باز شدن فشار میاد به این فنره اگر رو حالت نرمترین باشه، رو سافترین حالت باشه، خیلی راحت جمع میشه. سوپاپو باز میکنه، میره پشت پیستون، میریزه پایین روغن. سیرکوله روغن بین بایپس ها باعث میشه که دفع ضربه داشته باشی. این یکی چیه؟ این ریبانده، اینجا هم نوشته. این دوتا تو کمپرس تو جمع شدن کار میکنه، این تو باز شدن کار میکنه. نسبت بین این دوتا میشه مثل فیلم هایی که توی اینستا میبینی، چرخ در حال تکون خوردن، اتاق ثابت. خب یعنی میشه بهترین حالت کمپرس و ریباند. خب اینو قطعش کن.